سلام برعکس یوتیوب. من الان نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. اولین بار با این دوربینم استفاده میکنم. تقصیر میثمه. ببین چقدر شراره باش میاد. آها چقدر آشغال باش اومده. من همه اینا رو خوندم و باز کردم و از صحبت. چیز باحالیه، خیلی هندی و کوچولوئه. آقا جهازیه موموکو دیدی؟ ببین این جهازیه موموکو. اینم مامان موموکو. اوکی let's go. امروز میخوام بریم ویکتوریا. بچه‌ها رو برداریم. قرار بود تو 7 روز قرار بود 8 روز دیگه بمونن. الان 4 روز اونجا. طاقت نمی‌برم. بریم بیاریمشون. دارم میرم بابام و مامانم پیکاپ کنم که ببریمشون ویکتوریا، هم یه هوای عوض کنن، هم یه کشتی سوارشن، هم یه غذای روسی بزنم با مامای النا. بچه‌ها حال میکنم ببینم ماموز و بابوزشون با هم دیگه دوستی و عشق و احساس میکنن. پدر نمیبینم من. آقا دزدی شده. شوهرت کو مامان؟ یعنی چی مریضه؟ نگاه کن آخه تو رو خدا. خوشگل ترین مامان بزرگ مامان دنیا. مامان یجون چی شده؟ الرژیش گرفته. بعد هم از ایناست که قرص خورده خوابش میکنه چرت میزنه. گفت بعد بیام همش چرت بزنم. ببندم درو. مامان آقا من یه چیزی که نوتیس کردم تو همه گروه ها، یعنی همه زن و شوهرها، حالا شوهر و شوهر، زن و زن، حالا لزبیان و هر کی هستن، تو گروه همیشه یکی هست که سر وقت داره غر میزنه که دیره بدو فلان میخوام بریم. تو خونه ما متاسفانه این شخصیت رو داریم، الناس. بعد خب من سعی میکنم همیشه بیام، خب میام چون خوبه وقت میذاریم و اینا. حالا دیشب مثلا من به مامانم میخوام بریم فری، به مامانم اینو زنگ زدم گفتم که آقا صبح ساعت 10:30 آماده باشیم ما میایم، چون النا گفت بعد 10:30 بلکه یکو میخوایم بگیریم. بعد ما چون ماشین نمیخوایم بریم با پا میریم، اصلا نمیخواد زود بریم، واسه همین ماشین میریم اونجا پارک میکنیم میریم، خیلی ریلکسه. و من لحظه آخرش همین بود، میگم با دوربین چی بلد نیستم کار کنم، داشتم یاد میگرفتم یه دقیقه مثلا یه دکمه‌اشو بزنم چیه ستینگشو عوض کنم. الان مثلا داره 4K میگیره، اصلا ویدیو دهنم سرویس میشه بخوام بفرستم ایران. ولی در هر صورت بعد نشستم تو ماشین دم خونه مامانم میزنم، میگم مثلا 45 دقیقه دیگه میرسید دم فری. بعد میگم میشه ساعت 12 و ما یک میخوایم بریم. بعد الان میگم برای چی 1 ساعت اضافه وقت گذاشتی؟ میگه گفتم شاید بابات میاد مثلا یه خورده وقت اضافه گذاشتم. گفتم چون بابام میگه برعکس رو میره، چه اتفاقی افتاد که 1 ساعت وقت اضافه گذاشتی؟ بعد میگم اگر 1 ساعت وقت گذاشتی من نشستم اونجا پناهگاه واسه چی میام میگی بدو؟ خب حالا برو یه کلین اپ کن، برو ظرفا رو امتی کن، 5 دقیقه من کارمو انجام بدم. منو هول کرده تو دویدم تو فلان، میگم بعد نیستم برام تو ماشین. بعد میگه که آره حق میگی، حرف به تو کاری که کردم آنفر بوده، اشتباه بوده. میفهمم مرسی، ولی خب چرا اصلا این اتفاق میفته؟ بعد اینا گفتم آقا اگه تو گروه یکی اونی یه خورده چیز کن، اگر به قول معروف میخوای بگی من وقت واسم مهمه و زر میزنی، حداقل منطقم داشته باش، حسابی رو درست بکن. اینجایی که میخوای 40 دقیقه بخوای بهش برسی لازم نیست 1 ساعت و 40 دقیقه باش وقت بذاری. این احمقانه است، چون عادی 2 ساعت میخوای رو فری باشی، 40 دقیقه هم راهه، 2 ساعت تو سفر 2 ساعت و نیم رو کردی 3 ساعت و نیم. وقتی قراره یه پیرزن و پیرمرد بالای 90 سال، چند سال تو 90 بالای 90 سال داشته باشه، اینقدر وقت داریم زدم بغل یه پیتزای کوچولو بزنیم. خیلی خوشگله، همه جای شهر هست واقعا زیبا. Baby turn off the light. Hello fresh slice not so fresh. من نشستم اینور یه میتونم ونگ بزنم و مانم همیشه میگه وقتی گشنته قرقرو میشی. بعد واسه همین تا چیز شدم دیدم دارم عصبی میشم، زدم بغل و پیتزا رو تو رگ، یه سلایس وجیش هم گرفتم. این از کیوان یاد گرفتم، این کمدین هستش کیوانه که میگه بهترین کمدین نصف ایرانی نصف آمریکایی هم. اون با هم رفتیم غذا بخوریم. بعد هر جایی که باز بود اصلا یک صبح بود، هر جایی که باز بود پیتزایی بود. بعد گفت بعد آشغال بخوریم. بعد رفت اونجا به یارو که من پیتزا داشتم گفت هر پیتزایی که بیشترین سبزیجاتو داره بده. گفت من کدام آشغال میخورم، بس بذار یه کار خوبم واسه خودم بکنم. دیگه من امروز به یاد اون نصیحتش استفاده کردم. مامان چرا انقدر پشت کثیفه؟ باش آشغال کانستراکشن رو بردن. پسرت بساز بفروشه خانم، میسازه ولی نمیفروشه. واو چه ابرای خوشگلی. آدم سیر باشه ابرام قشنگ میشه، حال آدم
خوب نه خیلی تو نمی دوربین واقعیت قشنگ‌تر داره میگیره. بیا توی نگاه کن. نه وقتی گوشنت باشه این چی ما آدم که داره استیج باشه دیگه همه چی قشنگ می‌بینه. میگفتی اینجا رنگ و رو نداره ها؟ نه بابا اینجا خیلی جاهای دور از ونکوور اینجا فری هست. بعدم فصل بدیه. کامیونا رو ببین چند تا کامیون. اینجا چیزه، اینجا کارخونه لولونمنه. اینها این سفیده. ما این ساختمان لولونمنه، کارخونه لولونمنه. شرایط کن تو پاچه مردم اینجا داره تولید میشه. چقدر گنده است. لولونمن. مامی و النا خوشحالین دارین میرین بچه‌هاتون رو پیکاپ کنین؟ بیبیاتون رو پیکاپ کنین؟ خیلی زیاد خیلی. میخوای برای خونه‌تون اینجوری بوش میاد. شنبه میبرم. قبل ایرج باید ببرم برای پاسپورت صنعت و این چیزا خیلی کنم. بعدم دیدن نازی جون، بعد پیش مامان. برای سه‌شنبه بعد از مامان میام اون بچه. منم میخوام بیام مامان جون رو ببینم. بیا سه‌شنبه. قبول بس. تایم به من بگو هم در میبینم. یا میگم منو بردار. اینا دارن میرن سوار کشتی بشن. مامان نمیتونی جا پارکی نگه داری. من یه قزوینه بیا اینور. کار اشتباهی کردی. بیا اینور نکن این کارا رو. چی یه دونه پارکینگ بیشتر چیزی که نمیخواد بیاد. چی میگی؟ بیا اینور ماما. خیلی کار زشته. این کار نکنید آقا تو مادرتون. پول پارکینگ ندیم. النا فرستادم پول بده. نیم ساعت وقت اضافه داره قشنگ ریلکس. میتونه بره قدم زنان بره و بیاد. راستش من همیشه اینجا پارک میکنم. هیچ وقت اینقدر شلوغ نبود. چقدر شلوغ اینا اومدن فقط پیکاپ کنن. ورد کنن میری تو خود دم در اونجا پارک میکنی ها. من یوشماره. فقط خودمون چک کنیم تو کنه پارکینگ بگیرم. اوه وسط خیابون پارک کنیم. فوری یه دونه پول میدم و میرم اینجا. تو ایران پارکینگا که میری خیلی شلوغه نه. همون دفتر میگه حقت محفوظه میبرد بهترین جا. میذاریم جای خوب نگه میدم واسه کسای دیگه. آره اینا همه سرگشتی داره جا. فهمید. بیایم با هم یه بلیط بگیریم. بیا ببین تو میتونی خود بکنی؟ تو بیا بکن یا میتونی بکنی؟ نه من اصلا نفهمیدم. بکن دیگه دست بزن ببین داره اینجا. تصویر میگه که بزن رو من. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ نوشته که ویکتوریا ادالت بزنم یه دونه درسته؟ فکرم 3 تا دیگه چرا یه دونه؟ تو هم نمی تو جوونی که آخه. نه با همه ادالتیم اینجا از این اینو داستان. بزنم 3 تا؟ آره. نه 3 تا. اینو که؟ بله. اینو که 57 تا. خب بزن کانتینیو. یه بار کنار گیری. آفرین. بر این اومد روی این. ساعتو میزنی. تمام. Baby check the tickets make sure they are correct. مامان خریدتشون. ببین درسته؟ Yeah? اینجا ادالت مدالت نداره. Baby because my mom is over 65. She doesn't get a discount. They give seniors discounts on certain days. Like for example Wednesdays I think. میگه یه سری روزا تخفیف دارم. مثلا چهارشنبه ها که آدم کمه میگن پیرمردا میان حالش Not ببرن. weekend. Not weekend. اینجا ماشینا میرن روش. چی میرن بالا؟ ماما چرا شوهرت نیومد؟ آلرژیش گرفتم. بابا خیلی جات خالیه. الان بعد توی فیلم‌ها بودی. آره لاغر نصفشون مصدوم میگرفت. نه واسه تو ماشین می‌خواستم بشونمش جلو با هم یه ویدیو مشی ضبط کنیم. با ایران. آره جوی داستان خوب. زنگ بزنیم بپرسیم حالش رو وقتی رسیدیم اونجا. ببین which one are we? One or two? اینم کشتی ما. خب این مثل این شما ماه این فری این بر اینا رسیده های نمیدونم پیاده شن چرا نمیدونم آها نه اینا قرار سوار شن فهمیدم ماهیم در واقع خیلی قانونشون خوبه آره این ما تایی صف بودیم و یار اومد تایی صف شروع کرد مثلا ما جز 20 نفر اولی هستیم که وارد شدیم بعضی موقع اتفاقای جالب میفته ارانه میگه توی دیگه من این هم یه بار اینجوری نشده مادر رو زنم رو بام کردم خب مادیم توی قسمت کفتریاش نشستیم بعد مثلا 100 نفر اونجا لاین اپ وایسادن که باز میشه اولین نفر بشن غذا رو بگیرن ولی عقل میگه باید به جا رو بگیری یعنی من چه جایی رو گرفتم این صندلی رو وسایلم گذاشتم اینجا مال من خودم نشستم اینجا چون باسنش از این نرم کنه داره
همین مخارج اینجوری که راحت باشم، اونم واسه که بهترین ویو داشته باشی. الان ماشینا سوار میشن، راه بیفتیم دیگه، فقط آب و جزیره و اینا براتون میگیرم یه حالی با هم بکنیم. برو بریم. راه افتادیم، داریم بندر رو رد میکنیم. فکر میکنم گفتش 1 ساعت و 30 دقیقه، 1 ساعت و 25 دقیقه. برو بریم. میرم حالا بیرون، صحنه خوشگل فیلم میگیرم، جزیرهای خوشگلی داره، باحال دیدن داره. سعی میکنم که 1 دقیقه بتونه نشونش بدم. خب حالا همه اومدن اینجا، بریم ببینیم تو کافه چه خبره. اینجا کشیری که با پول بدیم، خانم هست که کپتن کشتی بعضی موقع بهش نگاه چپ چپ میکنه. او همه خیلی صفه شو صدایی همه صف بایسته. ها چیزه این برا برداری میتونی یه ذره برداری بریم. آره این بر جای منه. این چیا داره؟ حالا اونجا غذا بخوریم، دوزیه منو خوراکی بخورم. حالا خلاصه این شادری که اینجا هست، این برا برداری میری یه ذره پول میدی، این برام میتونی اینا رو بگیری همبرگر. خب ببینیم چی کرده میکنیم. چقدر خوبه جامون 8 قدمی. بری بیا. بای بای ونکوور. برنامه شد کره خوری. مامی روی کره رو پوتین تا لیسیده باش خواب و میگه برای من خریده بود. دروغ هم خوب چیزی ها. میگن دروغو دشمن خداست ماما. آره تو معروفم به سویل پوتین. مامان فکر کردم من 7 سال میخوام حواسم پرت کنه. پرنده سویل اقتصادی سویل اقتصادی سویل اقتصادی